ای خدای محبت و ای خدای بخشنده، تو را که خدای یگانه، خدای واحد، خدای قدوس و عادل هستی، خدای رحیم و کریم هستی، می پرستیم و ستایشت می کنیم. تو را شکر و سپاس می گوییم ای قدوس یکتا که ما را در هر حالت و موقعیتی که هستیم دوست می داری و ما را دعوت می کنی که از اعمال آلوده و افکار ناپاک و گناهان و فکر غلط دست برداشته به سوی تو بازگشت نماییم. تو را شکرت میکنیم برای دعوت تو از ما گناهکاران که توبه کنیم و به آغوش تو باز بیاییم. بارالله هر چه داریم از تو داریم. محبت تو ای خدا در زندگیمان کاملا آشکار است. ما را ببخش که اغلب اوقات روی خود را از محبت تو برمیگردانیم و بی توجه هستیم. تمنا اینکه ای مهربان خدا ما را از خواب غفلت بیدار کن تا توجهمان را از دنیا برداشته و بر تو نهاده و تو را بهتر شناخته و کلامت را راهنما و نور حیات و زندگی خود قرار بدهیم. این دعا را نه به شایستگی خودمون بلکه به نام مقدس و شایسته آن کس که مظهر محبت و قدوسیت توست و نجات دهنده ماست، یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، بار دیگر درودهای ما را پذیرا باشید. حضرت پولس رسول با الهام الهی به ما مسیحیان یادآور می شود که چگونه در برابر الطاف خدا و فیض بی پایانش که در عیسی مسیح دریافت کرده ایم عکس العمل نشون داده و با دستورات عملی ما را دعوت می کند که عملاً ایمان خود را نسبت به خدای یکتا و یگانه منجی زنده عیسی مسیح آشکار سازیم. ایمان چیزی نیست که مخفی بماند، بلکه کلام خدا به ما نشون میده که می توانیم در عمل ایمان خود را به خدای یکتا آشکار سازیم. زیرا نه فقط اعتقاد داشتن و ایمان آوردن به مسیح لازمه دریافت حیات خداوندی می باشد، بلکه اطاعت از اوامرش و پیروی از دستوراتش برای بقا در زندگی پاک و عادلانه ضروری و واجب است. از فصل 12 الی آخر این رساله پولس، حضرت پولس دستورات عملی و طریق زندگی یک مسیحی را برای ما در عمل بیان می کند و می فرماید: لحظای عزیزان، استدعا دارم که وجود خود را همانند قربانی زنده و مقدس تقدیم خدا کنید. دقت کنید دوستان عزیز، میگه ای عزیزان، از تو استدعا دارم که وجود خود را همانند قربانی زنده و مقدس تقدیم خدا کنید. یعنی هستی خود را به خداوند بدهید. از روی اراده و آزادی و باطن، قلب و فکر و نیت و بدن خود را به خداوند بسپار و در راه خداوند زندگی کن. زندگیت رو در راه حق به سر آورید. پولس رسول درباره رفتار ما با خدا و همچنین رفتار ما با دولت‌ها، همچنین رفتار ما با همسایگان و هم نوعانمان دستورات و تعلیمات آسمانی خود را بیان می کند و از فصل 14 درباره رفتار ما با ایمانداران و هم نوعان و همچنین مخصوصا رابطه بین مسیحیان دستوراتی به ما می دهد. و حالا در فصل 15 مطلب خود را ادامه می دهد. بنابراین در این فصل یعنی 15 اولین مطلبی که در این فصل به آن اشاره میکنه همانا از خود گذشتن و به فکر دیگران بودن است که از شما دعوت میکنم انجیل مقدس خود را بگشایید تا آیات را با هم بخوانیم و کلام خدا را غذای روح و روان خود بگردانیم. فصل 15 از رساله حضرت پولس رسول به رومیان از آیه اول. در 3 آیه اول حضرت پولس به ما دستور میداد که به فکر خودمون نباشیم، بلکه به فکر دیگران بوده و آنان را به همان اندازه دوست داشته باشیم
که خودمون رو دوست داریم. به 3 آیه اول توجه کنید و سپس تفسیر آن رو خدمتتون بیان میکنم. حضرت پولس میگوید و ما که توانا هستیم ضعف‌های ناتوانان را متحمل بشویم و خوشی خود را طالب نباشیم. هر یکی از ما همسایه خود را خوش بسازد در آنچه برای بنا نیکو است، زیرا عیسی مسیح نیز خوشی خود را طالب نمی بود، بلکه چنان که مکتوب است ملامت‌های ملامت کنندگان تو بر من طاری گردید. آیات را خدمتتون خواندم. ببینید دوستان، حضرت پولس در این آیات ما را دعوت به ملاحظه نمودن یکدیگر مخصوصاً در ایمان می کند. او به ما تعلیم می دهد که آیات مقدس در بعضی موارد چیزهای ممکنه به ما نفرموده است. برای مثال نگفته است که سینما برویم یا نرویم، سیگار بکشیم یا نکشیم و امثال این چیزها. چیزهایی در زندگی بر اثر تغییرات اجتماعی و علوم و دانش پیش آمده و خواهد آمد که مستقیما در آیات مقدس به آن اشاره نشده است. حضرت پولس 3 عامل را برای روبرو شدن با چنین مسائل به ما بیان میده تا همیشه به عنوان راهنما هر چی که پیش میاد که در این آیات ذکر نگردیده در اختیارمون داشته باشیم و مطابق این 3 اصل تصمیم بگیریم. اول اطمینان، دوم وجدان و سوم ملاحظه کردن دیگران. دقت کنید، اول اطمینان، دوم وجدان و سوم ملاحظه کردن دیگران. یعنی اگر کاری رو که میخواهید انجام بدهید مطمئن نیستید که درسته، پس انجام ندهید. اگر مثلا مطمئن نیستید که سیگار کشیدن مفیده، پس نکشید. یا اگر مطمئن نیستید که سینما بروید باعث خوشنودی خدا هست یا نه، پس نروید. تا اطمینان و اعتماد به خوب بودن و درست بودن آن کار و آن موضوع ندارید، کاری رو انجام ندهید. نکته دوم وجدان است. اگر عملی را میخواهید انجام بدهید و حتی به آن اطمینان دارید که درسته، ولی وجدانتان آن را تایید نمیکنه، آن را نباید انجام بدهید. پولس رسول درباره ضمیر یا وجدان مطالب بسیاری را در رسالات خود برای ما بازگو کرده و در حقیقت وجدان مرکزی است در ذات بشر که غالباً صدای خدا در آن شنیده می شود. پس دوستان عزیز، مواظب باشید و حتما به صدای وجدانتون گوش بدهید. و مطلب سوم ملاحظه کردن دیگران است. فرض بفرمایید شما اطمینان دارید که رفتن سینما خلایی در رابطتون با خدا پیش نمیاره و اطمینان دارید فیلم هم خوبه، وجدانتان هم از دیدن فیلم ناراحت نخواهد شد. ولی حضرت پولس میگه اگرچه هم وجدانتون راحته و هم اطمینان به آن دارید، ولی ممکن است این عمل شما باعث لغزش یک ایماندار بشه، به خاطر اینکه برادرت یا هم مسلکت در ایمانش سست نشه. تو این کار را نکن، گذشت داشته باش. نه به خاطر اینکه بده، بلکه به خاطر اینکه ممکن است عمل شما سبب لغزش کسی باشه که تازه ایمان آورده است و هنوز با کلام خدا آشنایی نداره، در کلام خدا رشد نکرده، در عالم معنویت اینقدر بالغ نیست که بتونه در طوفان‌ها مقاومت کنه. میگه تو گذشت داشته باش و به جای اینکه تو عامل لغزش بشی، کاری بکن که او را در ایمانش تقویت کنی. مقصود آیات 1-3 همین است که می‌فرماید حتی اگر ما فکر می‌کنیم این کارهای ما از نظر خدا اشتباه نیست، با این همه نباید فقط برای خوشنودی خودمون کارها را باز انجام بدیم. به عبارت دیگه هرچی خوشمون میاد انجام ندهیم. چرا؟ چون وظیفه شرعی داریم رعایت کنیم حال افراد را، رعایت کسانی را بکنیم که فکر میکنن اگر ما اون را انجام بدیم اشتباه است و باید این زحمت را به خود بدهیم که شک‌ها و نگرانی‌های دیگران را دوستان عزیز برطرف کنیم. هر کاری که میکنیم مواظب باشیم مبادا شک و نگرانی در افکار دیگران به وجود بیاریم. پس بهتر است به فکر خوشنودی دیگران باشیم، نه خوشنودی خودمون. سعی کنیم کارهای ما برای دیگران تأثیر مثبت و خوب داشته باشه تا ایمانی را که آنها نسبت به خداوند دارند تقویت کنیم. ممکن است بگی که چرا اصلا این کار رو باید بکنم؟ مگر من وظیفه‌مه که به خاطر دیگران همه چیز بگذارم؟
آیه 3 جواب این سوال را به ما داده است. دقت کنید، می‌فرماید زیرا که خود مسیح مولا و نجات دهنده ما در پی رضایت و خوشنودی خودش نبود. برعکس، مطابق پیشگویی تورات، با آنکه مسیح می‌دانست چه اتفاقاتی به سرش میاد، باز به خاطر نجات و کمک و هدایت مردم حاضر میشه به این جهان خاکی ما وارد بشه و جانش رو در راه ما گناهکاران و شریران فدا کنه تا تاوان گناهان ما را بپردازه، تا من و شما از گناهانمون آزاد بشیم. به عبارت دیگه، او در پی خوشنودی و سعادت ما انسانهای گناهکار بود. نه اینکه به فکر خودش بود، بلکه او آمد تا دوستان عزیز ما انسانهای درمانده را آزاد کنه. او آمد دوستان عزیز تا به فکر ما باشه. برای همینی که من و شما باید از استاد و منجی و خداوند خود پیروی کنیم. هنگامی که گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. دوستان عزیز، به دنبال آیات توجه کنید. آیه 4 الی 6 رو براتون میخونم. میفرماید زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. الان خدای صبر و تسلی شما را فیض عطا کند تا موافق مسیح عیسی یک رأی باشید، تا یک دل و یک زبان شده خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح رو تمجید کنید. دوستان عزیز، چه آیات زیبایی. توجه کنید، یک بار دیگه آیه 4 الی 6 رو براتون میخونم. میگه زیرا همه چیزهایی که از قبل مکتوب شد، یعنی در تورات و صحف انبیا آمده، برای تعلیم ما نوشته شد تا به صبر و تسلی کتاب امیدوار باشیم. به وعده‌های کلام خدا امیدوار باشیم. و دعای پولس گوش کنید. میگه الان خدای صبر و تسلی شما را فیض عطا کند تا موافق عیسی مسیح یک رأی باشید، یک دل و یک زبان شده خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح رو تمجید کنید. در این آیات حضرت پولس از تورات مقدس نقل قول میکنه و یا تعلیمات تورات را پیش میکشانه و به ما نشان میدهد که امروز نیز قوانینی که حدود 4000 سال پیش خدا به موسی عطا کرد صاحب اختیار و قدرت و لازمه زندگی من و شماست. در آیه 4 میگه این مطلب که اشاره به ملاحظه کردن دیگران میباشه از خیلی پیش در کتاب آسمانی نوشته شده است تا به ما صبر بیاموزند، ما را تقویت کنند تا با اشتیاق در انتظار رسیدن زمانی باشیم که خدا دوستان عزیز این زمان را بر ما گذرانده تا بر گناه و مرگ غلبه کنیم. میفرماید ملاحظه کردن دیگران کار آسانی نیست، ولی اگر این کار را بکنیم یاد میگیریم که صبور و بردبار باشیم، که این دو صفت دوستان صفت پسندیده و مقبول خداونده. میخواهید امروز دوستان عزیز این صفت را داشته باشید که مقبول خدا باشد، صبور و بردبار باشیم. و همچنین این عمل ما را یاری میدهد تا بتوانیم با صبر و حوصله در انتظار بازگشت مسیح مقدس باشیم. چقدر زیباست که در انتظار بازگشت منجیمون باشیم، روزی که او با قدرت آسمانیش مرگ و گناه را از بین برده و برای همیشه من و شما از حملات آن اهریمن در امان خواهیم بود. دیگر مرگی نخواهد بود، گناهی نخواهد بود و شیطان نابود شده. در آیه 5 و 6 حضرت پولس برای آرزوی موفقیت در این راه برای من و شما کرده و در حقیقت داره برامون دعا میکنه. میگه دعا میکنم که خداوندی که صبر و تحمل رو دلگرمی به شما عطا کنه، به شما کمک بکنه تا با هم در صلح و صفای کامل با هم زندگی کنید و هر کدام نسبت به دیگری همان فکری رو داشته باشد که مسیح داشت. در آن صورت است که همه ما می توانیم یک دل و یک زبان خدا را که پدر خداوند ما عیسی مسیح است پرستش و تمجید کنیم. او آرزوی اتحاد و یگانگی برای من و شما میکنه، زیرا میداند که بین آنانی که در ایمان قوی هستند و سالها در کلام خدا رشد و تعلیم یافتند با آنانی که تازه از منجلاب فساد و شرارت بیرون آمده و تازه در حیات جاودانی تولد یافتند مشکلات و عدم هماهنگی وجود داره. پس از خداوند برای ما طلب صلح و کمک میکنه. خداوندی که قادر و تواناست تا همه ما که از یک روح یعنی روح مسیحایی بهره‌مند شده ایم
در اتحاد و یگانگی در این عالم شریر پیش برویم. بعضی از ایمانداران الان که با مشکلات و سختی ها روبرو شدن، وقتی که فشار از طرف شریر برشان آمده است، اونقدر تهمت‌های ناروا شنیده‌اند، میگویند من دیگه به هیچ کس اعتماد نمی کنم، حتی به ایمانداران. این روح اتحاد نیست. خداوند کمکمون کنه که با تمام چیزهای نادرستی که میشنویم ایمان داشته باشیم که آنانی که در مسیح تولد تازه یافتند با هم هستند، متحد و یگانه می باشند. خون مسیح ما را متحد ساخته است. به آیات 7 الی 13 توجه کنید. پولس رسول خلاصه تعلیماتش را اینطور بازگو می کند که پس یکدیگر را بپذیرید چنان که مسیح نیز ما را پذیرفت برای جلال خدا. زیرا میگویم عیسی مسیح خادم ختنه گردید به جهت راستی خدا و تا وعده های اجداد را ثابت گرداند و تا امتها خدا را تمجید نمایند به سبب رحمت او، چنان که مکتوب است که از این جهت تو را در میان امتها اقرار خواهم کرد و به نام تو تسبیح خواهم خواند. و نیز میگوید ای امتها با قوم او شادمان شوید و ایزن ای جمعی امتها خداوند را حمد گویید و ای تمامی قوم ها او را مدح نمایید. و اشعیا نبی نیز میگوید که ریشه یسیع خواهد بود و آنکه بر حکمرانی امتها مبعوث می شود امید امتها بر وی خواهد بود. پس الان خدای امید شما را از کمال خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد تا به قوت روح القدس در امید افزوده گردید. ای عزیزان، در این آیات حضرت پولس مطالب مهمی را از تورات مقدس در مورد ملاحظه کردن یکدیگر و صبور بودن و نمونه گرفتن از منجی زنده خودمون برای ما بازگو می کند. در آیه 7 از ما دعوت می کنه که صادقانه و بدون ریا یکدیگر را با گرمی در کلیسا بپذیریم. و بعد به ما نمونه می دهد. می فرماید همانطور که مسیح شما را با گرمی پذیرفته است، شما نیز دیگران را با گرمی بپذیرید، زیرا در آن صورت بزرگی خدا بر مردم آشکار میشه و آنها هم خدا را پرستش خواهند کرد. چگونه دوستان عزیز مسیح ما را به گرمی پذیرفته؟ کتاب مقدس میگوید هنگامی که ما هنوز در گناه بودیم، هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. یعنی مسیح اونقدر ما را دوست داشت که وقتی حتی بر علیه خدا عمل میکردیم، وقتی دشمن و یاغیگر بودیم، وقتی به خدا توهین میکردیم با نوع اعمالمون، مسیح دلش به حال ما میسوزه و حاضر میشه که جانش رو فدا کنه تا ما را دوباره به حضور خداوند بیاورد. و حالا که ما بر اثر عنایات خدا متوجه شدیم که از خدا دور بوده ولی حالا به سویش بازگشت نمودیم، مسلماً محبت او بیش از بیش افزون شده و ما را به ملکوت خود دعوت کرده است. حیات و بخشش خدا را از مسیح دریافت کرده ایم. هر چی داریم از اوست و حالا ما باید یاد بگیریم که همانطور که مسیح ما را بدون شرط محبت نمود، ما نیز باید بدون شرط از محبتی که از خدا دریافت کرده ایم دیگران را مستفیض سازیم. در آیه 8 میگوید به یاد داشته باشید که مسیح چرا به این جهان آمد. او آمد تا هم یهودیان که مذهبی بودند و هم غیر یهودیان که بت پرست بودند را نجات ببخشه. او آمد تا تاوان گناهان ما را بده و ما را از گناه آزاد کنه. مسیح آمد تا خدا را با رحم و شفقتی که نسبت به ما گناهکاران داره رو به ما نشون بده و خداوند را شناخته او را به طور شایسته پرستش و عبادت کنیم. حضرت پولس از تورات مقدس نقل قول میکنه و میگوید حضرت داوود در زبور خود میفرماید در میان ملت‌ها تو را سپاس میگویم و به اسم تو سرود میخونم. دوستان عزیز، آیا خداوند را امروز میستایید؟ برای خداوند سرود تازه میسرایید؟ خدا کنه که قلبتون از شادی که خداوند بهتون عطا کرده لبریز باشه و سرود ستایش بخوانید براش. و باز در جای دیگر در تورات میخوانیم که شما ای ملت‌های جهان، شما به همراه قوم اسرائیل خوشحال باشید زیرا خداوند شما را نجات بخشیده. و میفرماید ای ملت‌ها خداوند را ستایش کنید
همه او را ستایش کنند. و حضرت اشعیا نبی پیشگویی کرد که وارثی از خانواده داوود خواهد آمد که پادشاه ملت‌ها خواهد شد. آنها امید خود را تنها و تنها به او خواهند بست. ریشه از یسی یعنی از نسل داوود پیامبره. این آیات ما را دعوت میکنه که خداوند را پرستش کنیم. چرا دوستان عزیز؟ دلایل بسیاره، اما در این قسمت از کلام خداوند پولس میگوید خدا را حمد و ثنا بگویید، زیرا که او ما را نجات داده است. او برای ما نجات مهیا کرده است و به وسیله ایمان به او قادریم امروز آزادی از گناهان را نصیب خود کنیم. و در آیه 13 پولس برای من و شما دعا می کند. می فرماید من برای شما غیر یهودیان که اکنون برای اولین بار با خدا یکتا آشنا شده و دل و وجود خود را به او سپرده اید دعا می کنم تا خدایی که سرچشمه همه امید هاست به شما که به او ایمان دارید آرامش و شادی عطا کند، تا به یاری روح پاک او امیدتون روز به روز بیشتر بشه. دوستان عزیز، چه دعای زیبایی! کلام خدا نشون میده که آرامش واقعی و شادی واقعی فقط و فقط از جانب خداست، از خدا سرچشمه میگیره و امید واقعیمون نیز از طرف خداونده. و ای عزیزان، دعای من هم برای شما همینه. شما که به دور از هر نوع امکانات و به دور از هر نوع مشارکت کلیسایی یکه و تنها قلب و زندگی خود را به مسیح سپرده اید، شما خواهر عزیز که در شهر لار هستید، شما برادر عزیز که در زاهدان هستید، شما مادر عزیز که در مشهد هر روز به نام عیسی مسیح روز خود را آغاز می کنید و شما پدر عزیز که در کردستان هر روز نام خداوند را می خوانید، در هر کجا که هستید، دعای من این است که هر روزه با ظلم و ستم و نفرت وقتی روبرو می شوید، شما دعاتون این باشه که خداوندا به من قوت بده که بتوانم پاک زندگی کنم و از همرنگ جماعت شدن پرهیز کنم. دعای ما بدرقه شما عزیزانی است که خداوند را شناختید و دریافتید که حیات شما، حیات ابدیتون به کار مسیح بستگی دارد. دعای ما با شماست که خداوند به وسیله قدرت عظیم و لایتناهی خودش شما را از دست هر شریر و حملات شریرانه حفظ کند و به شما قدرت بدهد تا در برابر هر نوع حمله اهریمنی و تحریکاتی که سبب لغزش ایمانتون میشه به دور باشید. دوستان، هرگز ناامید و افسرده نشوید. فراموش نکنید که به راستی خداوند با شماست و هرگاه خدا با شماست چه کسی میتواند شما را از محبت خدا جدا سازد؟ هیچ کس. پولس رسول در این آیات در مورد شناسایی خداوند این جملات را به کار میبرد. در آیه 5 میگوید خدای صبر و تسلی، که مقصود این است خداوندی که صاحب تمام صبرها و تسلی است. و دوستان عزیز، این به ما تعلیم میده که هرگز ما انسان‌ها قادر نیستیم تسلی حقیقی رو به دست بیاوریم. هیچ بشری، هیچ چیزی در این عالم وجود نداره که در دلهای ما را بفهمه و ما را تسلی حقیقی ببخشه. به راستی که ما انسان‌ها تنها هستیم، ولی خدا را شکر که خدای تسلی میتواند امروز آرامش را به ما ببخشه. و در آیه 12 میفرماید که خدای امید شما را از کمال و خوشی و سلامتی در ایمان پر سازد. خدا را شکر که خداوند ما خدای امید بخشه. خداوند ما خدای سلامتی و خوشیه. خدای ما پدر روحانی است که هرگز ما را ناامید نمی سازد. امید ما باید در خدا باشد، چون دوستان عزیز همان گونه که او خدای ازلی و ابدی و تغییر ناپذیره و همان گونه امیدی که از او دریافت می‌کنیم تغییر ناپذیر و ازلی می باشد. حضرت سلیمان میگه چه بدبخت هستند کسانی که بر انسان‌ها امید دارند. و بعد میگوید بر خداوند توکل نما و امید داشته باش، نه بر انسان. متاسفانه خیلی از ماها در زندگی روزمره‌مون امیدمون به دولته، امیدمون به رئیس شرکته، امیدمون به رئیس اداره است، امیدمون به کارمونه، امیدمون به خانواده‌مونه، امیدمون به دوستانمونه یا فلان شخصه. دوستان عزیز، اگر شما زندگیتون اینطور داره به سر میاره، واقعا دارید عمرتون بیهوده به سر میآورید. شما باید فقط و فقط به خداوند توکل و امید داشته باشید. البته مقصودم این نیست که هر روز صبح بلند شی و بگی خدا به امید تو و بعد
به کارهای روزانت ادامه میدی. خیر، البته که خوبه و لازم که روز خود را با امید به خدا آغاز کنید، اما گفتن این کلمه دلیل نیست که در طول روز در اعمالت، در حرکاتت، در گفتارت، در هدف و مقصود توکل به خدا کرده اید. خیر، این عادت شده برای ما. ما باید هر روز از خداوند بخواهیم که در هر عملی ما را هدایت کند، حتی برای شغلتون، برای زندگیتون. و خداوند ما عیسی مسیح قول داده است که هر که به او توکل کنه هرگز خجل نخواهد شد. دوستان عزیز، وقت ما به پایان رسیده. تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم و دعا میکنم که آرامش و صلح خداوند با شما باشه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده با شما باشد. ماراناتا. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.